همین شب خوابت را دیدم. ناگهان بیدار شدم که مادرم بالای سرم نشسته است. حال بدی داشتم. با مادرم گفتم داروی خوابم را بده. گفت نه دخترم، به خود چرا ضرر میاری؟ گفتم مگر خوشبختی مرا نمیخواهی؟ گفت البته میخواهم. کدام مادر خوشبختی فرزندش را نمیخواهد؟ گفتم من در وقت خواب بودنم خوشبختم، چون که او را خواب میبینم و نمیخواهم هیچ وقت از خواب بیدار شوم.